جهنم ساختمت فردوس می سازمت ای وطن می سازمت آخر خودم می سازمت غم مخور ای خانه ویران ولی زیبای من با نفسهای امیدم دم به دم می سازمت تا تو زیباتر شوی دل می شوم گل می شوم باورم کن یک رقم نه یک رقم می سازم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین حضار گرامی مهمانان ارجمند اساتید بزرگان نیروهای محترم امنیتی جوانان ورزشدوستان عزیز حضور گرم و پرشور شما را در برنامه افتتاحیه مجتمع ورزشی هموطن صمیمانه خوش آمدید و خیر مقدم عرض می‌دارم. امروز جای افتخار است که با یاری خداوند ما و شما شاهد بازگشایی مجتمع ورزشی هموطن در دیار صنایع هستیم و حوزه شهر ما ماندگار خواهد شد. روزی که با افتتاح مجتمع ورزشی هموطن گام بزرگ در مسیر ترویج فرهنگ ورزش، سلامت جسم و نشاط اجتماعی برداشته می شود. ایجاد این مجتمع نه تنها یک اقدام اجتماعی بلکه یک سرمایه‌گذاری انسانی و فرهنگی است. چرا که ورزش مکتب انسانسازی است، جایی که روح همکاری، همت، رفاقت سالم و برادری در کنار تلاش برای سلامت جسمانی پرورش می‌یابد. نام زیبای هموطن برای این مجتمع ورزشی خود نشانه است از اتحاد، همدلی و سرنوشتی مردم ما شما. این نام یادآور آن هست که در میدان ورزش همانند میدان زندگی همه ما یک تیم هستیم، تیم با هدف پیشرفت، سلامت و سربلندی وطن عزیز ما افغانستان. اینجا مکانی خواهد بود برای پرورش استعدادها، کشف قهرمانان و مهمتر از همه مکان برای گرد همایی نسل جوان در فضای سالم پر انرژی و امید بخش. برنامه امروزی خود را آغاز می‌نماییم با تلاوت زیبای از کلام الله مجید که توسط قاری محترم قاری ذبیح الله مرزایی قرائت می‌گردد. الی حضور ایشان در جایگاه بر محمد و آل محمد صلوات. عزیز که می‌بینید بچه‌های شهر کابل اینا در مرکز ولایت غزنی هستند. دوستان عزیز برای تیم جان دجاره سلام علیکم دوستان گرامی، امیدوارم در صحتمند باشین، ان شاءالله روایتشون تنده باشه. دوستان عزیز در ولایت غزنی قرار داریم. سال 1404 دوستان عزیز برج 8 تاریخ 9 دوستان عزیز افتتاح سالن در غزنی. بچه‌های تیم ورزشی ولایت مرکز ولایت کابل دوستان عزیز که می‌بینید در زمین فوتبال زمین ورزشی ولایت غزنی قرار داره. دوستان عزیز که می‌بینید بچه‌های کابل و مرکز ولایت غزنی دوستان عزیز تشریف آوردن.
این زردک سبزدره کابل دوست عزیز که میگردیم. این ورزشی مقیم کابل. این زردک سبزدره کابل دوست عزیز که میگردید. اینا در شهر غزنی آمدن برای افتتاح سالن میگردید. مرکز ولایت غزنی منطقه توحیدآباد دوست عزیز منطقه این زردک سبزدره دوست عزیز که میگنید مقیم شهر غزنی دوست عزیز